چهارم اینقدر دسته از این لوله ها هر کدوم سند مالکیت یه تیکه زمین بود میدادن به این دهاتیان که نمیفهمن کار میکردن حال مالک شدن. یکی کاغذم دادن به این مالکی آقا ما پول زمین شما رو 8 ساله از زاره میگیریم میدیم بهشون. کاغذ رو گذاشتن جیبشون، بلیط خریدن و داشتی بردن پاریس و لندن و لوکزامبورگ و فلان. مملکت موند با یه عده زاره. فصل کشت شد، دولت گفت که زاره این بریم یا کاری. گفتن ما بذر نداریم. گفتن پس سالهای قبل چیکار؟ گفتن سالهای قبل ارباب یه انبار داشت برای بذر از وزارت کشاورزی آمریکا بذر قرض کردن. حالا چه جور بفروشیش؟ مأمورین وزارت کشاورزی که هیچ وقت کشاورزی نکرده بودن برن به اینا چیزی یاد بدن. آخر سال آخر گندم 1/10 گندم سالهای قبلا در نیامد. ناچار دولت ایران دست به دامان امریکایی شد که ما گندم بفروش. امریکا که عقلش کم نبود اون گندم امسالش بده، مال پارسالش هم نیم، مال پیارسالش هم نیم، از سیلوی 4 به ما میداد که به هر صورت امسال این اگر به ما نده باز برسید تو دریا. ما از زمان کوروش کبیر خدا بیامرز تا زمان آخر محمد رضا شاه قبل از اصلاحات ارضی نون گندم خودمون می‌خوردیم و اون نونی که گندم خالص ایرانی در زمین‌های تمام علف‌های معطر بود و این گندم رو معطر می‌کردن. اونا دیگه از بین رفت، گندش در